با سلام خدمت دوستان عزیز. این نکته بابت روکش صندلی میخوام بگم. این روکش صندلی که الان ما داریم میکشیم یه موردش خود الگوی کاره و یه مورد که نصب روکش. الان اینجا اگه دقت کنید روکش دقیقاً دوختاش لای فابریک قرار گرفته و این روکش هم باید باز استاندارد کشیده بشه و این روکش این دوختاش باید سر جا. حالا این قسمت بازم همین شکل ما میدیم داخل و این روکش حالت فابریک خودشو اینطوری در میاره. حالا بعضی از نساها میان این روکش رو از اینجا سوراخ میکنن و این باعث میشه که صندلی فابریک شما مخمل فابریکش سوراخ بشه. اینجا رو میاد به این شکل سوراخ میکنه و خدمت شما عرض شود که این خوب که نیست بماند که بدم هست بابت اینکه روکش فابریکتون سوراخ میشه و هر چقدر کار میکنه آسیب بیشتر میبینه.